اگه تو هم عاشق بادمجونی، این ساندویچ مرغ و بادمجون رو از دست نده، چون به شدت خوشمزه است. سینه مرغ رو با ادویه ها میذاریم که آبپز بشه، بعدم خوردش میکنیم. حالا بادمجونا رو پوست میگیریم و به صورت ورقه‌ای خوردش میکنیم. بعدم توی روغن اجازه میدیم هر دو طرفش سرخ بشه. وقتی سرخ شد از تاب جدا میکنیم. چند تا دونه گوجه هم همراه نمک سرخ میکنیم و کنار میذاریم. حالا هر نونی که دوست داریم و اول بازش میکنیم، یک لایه سس روش میزنیم، پنیر پیتزا روش قرار میدیم، بعدم سینه مرغی که پخته بودیم به همراه بادمجون سرخ شده و گوجه، بعدم توی تابه قرارشون میدیم و یه جسم سنگین روش قرار میدیم تا اینکه گریل بشه و تمام. امیدوارم درست